توجیکان در آینه تاریخ. صحیفه توجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه توجیکان در آینه تاریخ. اندیشه های بالایی گواه است که توسط شاهراه بزرگ ابریشم به سرزمین اجدادی ما نه تنها مال و متاع و مواد روزگار انتقال و مبادله می گردید، بلکه آثار تمدن و فرهنگ و ارزش های معنوی راه می یافت. راه بزرگ ابریشم با راه و پیرهه های سرشمارش در جسم سرزمین نیاگان ما باختر و سوغد قدیم مثل رگهای خونگرد بود که حیات مدنی و اقتصادی شهرها را به گردش می آورد. بازار و کاروانسرای ها را تقاضا می کرد. به رشد و نموی ساحه های مختلف هنرمندی مساعدت می نمود. حتی در مرزهای بدخشان عهد قدیم که کنارترین و دوردستترین حدود سرزمین اجدادی ما بود، تجارت و هنرمندی گسترش یافت. استخراج معدن و سنگ‌های گرانبها اوج گرفت. کاروانسرای و منزلگاه‌ها و قلعه و شهرستان‌ها بنیاد شدند. راه بزرگ ابریشم و چندین راه‌های خرد و کلان در عهد قدیم و جدید برای از ورطه کسادی و بحران‌های شدید رهانیدن مملکت به پایه بلندتر رسیدن تمدن و آیین‌های دولتداری ما و نهایت در تشکل و پیشرفت دستاوردهای فرهنگی و ارزش‌های معنوی ملت فرزانه تاجیک خدمت واقعاً تاریخی دارند. امروز تامین استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان را به بنیاد راه‌های نو و مجهز ماشینگرد، به ساختن و وسعت دادن راه‌های آهن و فرودگاه‌های نقلیات هوایی بین‌الخلقی، همچنین به تنظیم شبکه‌های زمانوی کمیونیکاسیونی و علاقه تصور نمودن بسا مشکل است. از این لحاظ بنیاد راه آهن پهنبر قرغانتپه کلاب، راه دائمی ماشینگرد کلاب، خاروق، کلمه، قراقرم، راه ماشینگرد دوشنبه خوجند توسط نقب انزاب، تعمیر و تجدید و به معیارهای بین‌الخلقی موافق نمودن فرودگاه‌های دوشنبه، کلاب و خوجند سلسله تدبیرهای دولتی می باشند که به پایدار شدن استقلال تاجیکستان مساعدت می کنند. علل خصوص بنیاد راه آهن قرغانتپه کلاب چون نخست زمینه و پایگاه راه ماشینگرد کلاب، خاروق، کلمه، قراقرم اهمیت بزرگ اقتصادی و عمومی دولتی پیدا کرده، آسیای میانه و تاجیکستان صاحب استقلال را توسط شاهراه قراقرم به چین، پاکستان، هندوستان و دیگر مملکت‌های آسیا می‌پیوندد. سوی بندرهای کلانترین جهانی و اقیانوس‌های عالم راه خشکیگرد می‌گشایند. علاوه بر این، راه مذکور به کوتاه‌ترین راه ماشینگرد بین قطعه‌ای آسیا و اروپا تبدیل یافته، روابط بی‌واسطه اقتصادی، تجارتی و فرهنگی جمهوری ما را با کشورهای ترقی کرده عالم گسترش می‌دهد. فعالیت داد و گرفت، رفت جهانبینی، مدنیت و سطح زندگی مردم تاجیک را بالا می‌بردارد و گذشته از همه این برای متحدی، یکدلی، وحدت و همدیگر فهمی کل ساکنان جمهوری، همچنین رسیدن به قدر استقلال، وطن و وطنداری، دولت و دولتداری ملی کمک بی‌دریغ رسانیده سرزمین صاحب ثروت ما را از پایبندی اقتصادی و احتیاجات مالیوی می‌رهاند. امید و باوری داریم که راه بزرگ ابریشم با سنت‌های والایش احیا گردیده اصالت گذشته و امروزه و آینده ملت تاجیک را چون پل زرین با هم وصل می‌نماید و در تاریخ تمدن و دولتداری نوین ما صحیفه‌های درخشان را می‌گشاید.
дар ин ҷо саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих дар мавзӯи шоҳроҳи Абрешим пулли зарини гузашта, имрӯза ва оянда ба поён расид.